بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میت القلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار نمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد، خنده بسیار گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمان میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همینطور مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین، قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین، حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین. هست حاضر مکتبه ها در درس های علاوگی جاری شده است، 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره، یا چتا بگو که مثال دین رجدینی نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی‌معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلماتون توجه کنین، اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 خط می‌خواندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیوی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. پیغمبر خدا گفته بود است وقتی روز قیامت می شود چندین میلیارد آدم در روی زمین وقتی که زنده گردانیده می شوند، از بین این چندین میلیارد آدم یک قسمت او، یک قوم از بین این چند میلیارد نفر آدم به منزله آفتاب رویهایشان روشن است و این توده مردم در بالای منبرهای زبرجد و لؤلؤ نشستند. یغبطهم الناس، پیغمبر خدا گفت وقتی که این توده مردمی که چهره هاشان مثل آفتاب درخشانند، آفتابی که آدم به سوی او نظر کرده نمیتواند، و بالای منبرها که نشستند، دیگر مردم به اینها رشک میبرده، رشک میبرند که اینها کیها باشند که امروز اینقدر احترام و اینقدر عزت در میدان قیامت پیدا کردند. پیغمبر خدا گفتند لیسوا بانبیاء ولا شهدا، این مردمی که من برای شما ذکر میکنم امت اسلام، اینها نه پیغمبر هستند نه شهیدهای راه خدا هستند.
صحابه حیرت ماندند، اینقدر اکرام، اینقدر فضل فقط برای پیغمبرها، برای شهیدهاست. پس مادام پیغمبرها نباشند، شهیدها نباشند، اینها کیها باشند؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ هم المتحابون فی الله من بلاد شتا و من قبائل شتا یجتمعون علی ذکر الله یذکرونه. پیغمبر خدا گفتند اینها همان گروه هستند که از شهرهای دیگر، از دهه‌های دیگر همه آمده در یک پارچه جمع می شوند و امر معروف و نهی منکر گوش می کنند. الحمدلله که امروز این قوم ما و شما هم از چه قبیله های گوناگون عبارتند؟ از هر گونه قبیله ها. با یک مقصد ما و شما در این مسجد حاضر شدیم، امر معروف و نهی از منکر. فقط مطلب ما همین است. پیغمبر خدا گفتند انا همین توده مردم در روز قیامت چهره هاشان مثل آفتاب درخشان است، بالای منبرهای لؤلؤ و زبرجد اینها نشستگاه دارند و تکیه زدگی هستند. خوش به حال همه شما. حتی حضرت معاذ ابن جبل میگوید ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله تعالی. هیچ عمل انسان در قبر چنان یاردمچی مثل امر معروف و نهی منکر نمی شده است. در عذاب قبر ما و شما این امر معروف و نهی منکر ما و شما برای ما و شما چنان یاردم می داده است که حسرت می خوردیم که کاش که زیادتر استفاده می کردیم، کاش که امروز یاردمچی را در اطرافمان زیاد می کردیم.